همگیتون، امیدوارم هر جایی که هستین بهترین خودتون باشین. سحر اقدم هستم، تتو آرتیستم و اینجام تا به ساده ترین روش ممکن تجربه سالها کار کردن در زمینه هنر تتو رو به ساده ترین روش ممکن بهتون آموزش بدم. همراه من باشین که هر هفته ممکنه بین 3 تا 4 تا فیلم براتون آپلود بکنم. خواهش من از شما این هستش که فیلم ها رو تا انتها نگاه بکنید، برای من کامنت بذارین، لایک بکنید و این فیلم ها رو توی استوری های اینستاگرامتون برای بقیه هم شیر بکنید تا بقیه بتونن از این فیلم ها استفاده بکنن و هنر تتو رو به ساده ترین و بهترین شکل ممکن یاد بگیرن. سابسکرایب کردن چنل منم یادتون نره که قراره کلی طرح خوشگل بهتون یاد بدم که چجوری اجراش بکنین، کلی تکنیک بهتون یاد بدم. پس همراه من باشین. مثل همیشه میگم دوستتون دارم، جاتون توی قلب منه. قربون. برگشتم با یک آموزش دیگه. خاطرتون باشه توی درس قبلی من براتون نحوه شابلون کردن یک طرح خطی رو آموزش دادم، من که چطور منتقلش کنین روی پوست مصنوعی. حالا قرار هست امروز براتون این رو اجرا بکنم. خاطرتون باشه من بهتون گفتم که بهترین روش برای خشک شدن طرح ما روی پوست مصنوعی استفاده از سشوار بود. من هم نزدیک به 10 دقیقه شاید 1 رو با باد ملایم سشوار، باد گرمش با فاصله مناسب این طرح رو خشک کردم و حالا میخوام پاکش بکنم. یه مقدار وازلین روی دستمال برمیدارم و شروع میکنم پاک کردن این شابلون و همونجور که میبینید چقدر عالی این شابلون روی پوست مصنوعی خشک شده و الان من اگر تا انتهای کارم 100 بار دیگه دستمال بکشم روی این شابلونی که خشک شده امکان نداره این شابلون از این مقدار کمرنگ‌تر بشه و همونجور که میبینید خیلی عالی خشک شده. پس این روش سشوار روی پوست مصنوعی جواب میده. انجامش بدین، پاکش بکنید، با هم بریم اجرای طرح. هنرجوهای عزیز امیدوارم که آماده باشین تا با هم دیگه بریم برای اجرای این طرح خطی یا طرحی که همش از لاین تشکیل شده. همونجور که توی درس قبلی بهتون گفتم، چون که شما تازه کار هستین و هنوز شاید خیلی خوب نتونین لاین با RL 3 اجرا بکنید، من آموزش رو فعلا با RL 5 بهتون میدم. پس روی دستگاه هم یه سوزن RL 5 انداختم، سرعت دستگاه هم رو میذارم روی 7.5. برای دستگاه من سرعت مناسبی هست. مثل همیشه خدمتتون گفتم که یک مقدار از پوست رو، اون فضایی رو که میخوام روش کار بکنم رو چرب میکنم. دست مخالفم رو حتما داخل روی پوست مصنوعی میذارم. درست پوست رو نمیتونم بکشم، اما از الان عادت میدم که این دست مخالف کنار طرحم باشه. با دست موافقم که دستگاه دستمه، یک تکیهگاه برای انگشتام واسه تکون نخوردن دستگاه توی دستم درست میکنم. دستگاه هم رو نه خیلی میخوابونم نه خیلی عمود میگیرم، یک زاویه 10 تا 15 درجه‌ای بهش میدم و شروع میکنم به کار. پس سوزنم RL 5 هست، فشار دستم همه جا یکسان، هی سوزن رو نمیزنم داخل در بیارم، سعی میکنم که خط رو یک تیکه حرکت بکنم جایی که میخوام برم و هر جا که حس میکنم دستم دیگه نمیکشه سوزن رو در میارم. کلن هی در نمیارم بذارم در بیارم بذارم، اینو حواستون باشه. سوزن کلن نیم تا 1 میل بیشتر وارد پوست نمیشه. بیش از حد وارد بکنید باعث پخش رنگ میشه، کم وارد بکنید باعث میشه به صورت سطحی پوست زخم بشه، کاش رنگ مناسبی انجام ندین و در دوره ریزش رنگ یا پوست ریزی در حقیقت رنگ مشتری همراه با پوسته ها بلند میشه. سرعتتون هم نباید بالا باشه، یک سرعت کاملا متوسط. در حین کار سعی میکنم حرف نزنم، نگاه بکنید به اجرای کار. راستی سرپلاک رو به مدت کمتر از 1 ثانیه داخل تشتک نگه داشتم. تشتک رنگم شروع میکنم.
حواسم به نوک سوزن، حواسم به لاین هایی که دارم روش حرکت میکنم. خیلی مراقبم که از لاین هایی که شابلون کردم و انداختم روی پوست مصنوعی بیرون نزنم بچه ها. دیگه تمیز اجرا کردنش کاملا برمیگرده به دقتتون. سرسری انجام ندین. قرار هست که یک کار زیبا برای مشتریتون انجام بدین. این لاین یه مقداری بیرون رفتگی تو رفتگی داره، پس دقیقاً عین طرح اجراش میکنم. یه مقدار رنگ برمیدارم دوباره. الان دیدین رنگ پاشید، به این علت که داخل سرپلاکم رنگ داشت و من اشتباه کردم مجدد رنگ برداشتم. این باعث شد که رنگ بپاشه بیرون. خب الان پاکش بکنیم با هم ببینیم که چطور شد برای دور اول. خب همونجور که میبینین به من یک لاین بسیار صاف، یک دست و با کیفیت داد. حالا میریم در امتدادش مجدد مابقی طرح رو اجرا میکنیم. برای اجرای نقطه رو اینجوری سوزن رو وارد نکنین، این پخش رنگ میده بچه ها. برای اجرای نقطه ها یه حالت نیمگرد روی همون قسمت به این صورت سوزن رو تکون بدین تا نقطه هاتون در آینده پخش رنگ نده. اینم از این. خب موردی که هست، این قسمت خالی سوزن هم باید رو به بیرون باشه، حواستون باشه. سرعت دست یکسان، فشار دست یکسان، نگاه هم به نوک سوزن، نگاه هم به لاینی که دارم روش حرکت میکنم. هی سوزن رو نمیکشم بیرون، نمیارم داخل که قطع و وصلی پیش نیاد و ببینید به چه زیبایی این لاین من درست شد. حالا شما به من میگید که سحر جان ما چند بار فرصت داریم که یک لاین رو بتونیم اجرا بکنیم؟ بچه ها نهایتا 2 بار، به خاطر اینکه بیشتر از اون باعث پخش رنگ و ایجاد زخم توی پوست مشتری میشه. الان مثلا این قسمت از نظر من هنوز خیلی خوب نیست، پس من فرصت دارم یک بار دیگه روی این قسمت حرکت بکنم و لاینم رو به حد دلخواهم برسونم. با حوصله، با دقت یک بار دیگه روی لاین حرکت میکنم و اگر جایی فرو رفتگی، بیرون رفتگی، فضای خالی اینجور چیزا رو داشت درستش میکنم. شما اول با سوزن RL 5 اینا رو تمرین بکنید. زمانی که تمریناتتون عالی شد برید سراغ سوزن RL 3. خب پس مابقی گلبرگ هاشم الان باید همینجوری اجرا بشه. من الان میخوام برم سراغ ساقش و سراغ برگ ها. یه مقدار من این رو میچرخونم و زوم دوربینم رو میارم عقب‌تر. خب بسیار هم عالی. در امتدادش حرکت میکنم. میبینین توی اجرا من هیچ عجله‌ای ندارم، خیلی با حوصله کار انجام میدم. روی پوست واقعی هم دقیقاً همینه بچه ها. من اصلاً عجله نمی کنم برای اجرای طرح مشتری، خیلی با حوصله برای مشتری کار اجرا میکنم.
گفتم اگر یه جای قطعی داشتیم خواستیم در امتدادش حرکت بکنیم، میام یه مقدار از بالاتر از هوا میام، بعد سوزنم رو میخوابونم روی خط قبلی و در امتدادش حرکت میکنم. سوزنم قشنگ نیم میل وارد پوست شده. خب و توی این قسمت و همینجور این یکی آروم و با حوصله طبق توضیحات قبلی روی پوست مصنوعی حرکت میکنم. خب حالا پاکش میکنم ببینم چطور شد، آیا جایش اشکال دار، جایش میخواد که درست بشه، یعنی توی اجرام مشکلی به وجود اومده. خب یه چند جاشو من دوست ندارم، یعنی من میخوام که لاینم بی عیب و نقص باشه برای مشتری و الان نشونتون میدم که اون فضاهایی که دوست ندارم کجاست. اول تمیزش بکنم نشونتون بدم. خب ببینید الان توی این قسمت من یه قطعی دارم و اینجاها حالت نقطه فضاهای خالی وجود داره و همینجور اینجا یه مقدار فرو رفتگی وجود داره. شاید بگی وای چقدر حساسیت به خرج میدی. بله، من برای کار مشتری خیلی حساسیت به خرج میدم و در 100% مواقع سعی میکنم که بهترین خودم رو به مشتری ارائه بدم و حتی این ریزه‌کاری هایی که میبینم رو و به نظرم مشکله رو توی کار از بین ببرم. این که شما چقدر تمیز کار اجرا بکنید اجرای شما رو متمایز میکنه از بقیه همکاران و ارزشی که برای مشتریتون قائل هستین. یک بار دیگه روی خط حرکت میکنم و اون جاهایی که به نظرم ایراد داره رو درست میکنم. با حوصله، با دقت. رنگی هم که در حین کار دارم استفاده میکنم روی پوست مصنوعی یه رنگ اصلیه، رنگ فیک و هنرجویی نخریدم بچه‌ها، به خاطر اینکه رنگای فیک باعث میشه که خوب رنگدهی نداشته باشین روی پوست مصنوعی و براتون دلسردی به وجود میاره. بهتر هست از همون اول از یه دونه رنگ جدا بگیرین، یه رنگ اصلی، حالا چیز گرونی هم نبود ولی از رنگ خوب برای پوست مصنوعیتون استفاده کنین. حواسم هست که از خط قبلی بیرون نزنم، فقط جاهایی که یه کوچولو توش فضای خالی هست رو ایراداتش رو برطرف میکنم. فشار دست مناسب و سرعت دست متوسط رمز موفقیت شما در اجرای یک لاین تمیز هست. عجله نکنید بچه ها، اینجا مسابقه ما نداریم، قرار هست برای مشتری بهترین رو ارائه بدیم. خب الان مابقی کار رو دقیقاً مطابق با همین چیزی که بهتون آموزش دادم اجرا میکنم و نتیجه نهایی رو براتون میذارم. شما هم برید یه کار لاینی رو شروع بکنید به اجرا مطابق با این آموزش ها و ببینید که چقدر توی کار موفق هستین. و اگر از من پشتیبانی میخواین میتونید عضو کانال آموزش های مجازی من بشین و ثبت نام انجام بدین که بعد از اجراهاتون من ایراد و اشکال های کارهاتون رو بگیرم و جزو هنرجوهای دوره خصوصی من باشین. بچه ها دوستان
دوستان، خب همونجور که نتیجه نهایی کار رو میبینین، ما اینجا یک اجرای طرح خطی داریم که با سوزن RL5 اجرا شد و نهایتاً با 2 بار حرکت روی لاین ها این طرح اجرا شد. البته بیشتر جاهاش همون 1 دور بود، ولی خب تا 2 دور هم اگر اجراش کردین مشکلی براش پیش نمیاد. شما هم مطابق همین آموزش اجراهاتون رو انجام بدین، تمرین بکنید و امیدوارم که این آموزش براتون خوب بوده باشه. لطفاً سابسکرایب چنل من یادتون نره، لایک کنین، کامنت بذارین و این چنل رو به بقیه دوستانتون هم پیشنهاد بدین. مرسی که همراه منین، جاتون توی قلب منه. تا آموزش های بعدی خیلی زود میبینمتون.